قریب 1 میلیون تاجیک که در روسیه زندگی میکنند به عنوان مهاجر و کار میکنند. این آیا مشکلاتی را برای جامعه تاجیکستان به وجود آورده و احیانا نفوذ روسیه رو تداوم میبخشه در تاجیکستان؟ 1 میلیون نفر مهاجران مهنتی ما در روسیه کار و زندگی فعالیت میکنند. ولی همینطور است. دیگر به منطقه به کجا روند؟ و با این کار هم کمک به اقتصادیات تاجیکستان است، هم به عائله های خودشان. از حکومت کشور راضی هسته؟ البته چونه؟ از جناب عالی راضی هسته؟ البته راضی. من نخه کی بسته برای جناب عالی همه یک جا بپش برای جناب عالی یگان خوب با امید نشود که استابیل چی میشه؟ آرامی جامعه ما صلح و ثبات آرامی ما خلالدار شده. شخصا امید شدید ما 2 نفر از روز اول اینقدر جان کردیم، اینقدر مهنت کردیم. بفرمایید. السلام علیکم برادرو. سلام. همو برادری که نو در گپ زد که مقصد اکه ایزت همون یعنی که گناهگار است. گورای چیای یکمش که گناه شده کزد که اول بگوته. دیمش که مثلا میگه که تو شما چهرهایی نمیچخیلین ایتارین یعنی که این پاتی سک این حرام این همین خیلی کدگن همین مردمی تاجیکا چه خیلی کدگن ازی میگه که تو حزبی تو 24 تو مثلا یکم اکستریمیستی یا که تو تروریستی. خیلی من تروریست کار ندارم. کسی تروریست میبرد نیست میکنه که تروریست باید نیست کنه. کسی گناه هم کرد باید و جزا بگیرم طبق قانون. مردمی تاجیک ما همه صدای ما رو در مردمی تاجیک برسونین که مثلا من نمیدونم ما رادیو آزادی رو زنگ زدن نمیتونم. ما بعد همه اکای عزت امان راست دیگه ما 1 هفته میشه و ما دل جگر رو مینم میسوزه میرزه. ما یا مهاجرم ما همش 100% میدونم. ما مردم ایخی مثلا گروه جدا نکنین. ما همه یکیم. همه ما تاجیکیم. ما وقتی که کرونا ویروس برآمد ما 2 بار کرونا ویروس کسل شدیم. ما اولش که الله شفا بده الحمدلله نسوس شدیم. اینا نوای کرانتین با اینا دیمبورا 29 هم در کرانتین برآمدم. دیمبوراش با چی میگه انگلیسی که کرونا ویروس شدیم. یکم بارش ما همین ویدیو ابراشنی کرده بودم برای برادرای مهاجر برای که در یوتیوب میدیدم که مثلا حالشون خیلی بد بود. ما دل میسوخت جگر میسوخت که ما بلوگر نیستم یعنی که همین را رسپرسترانیت کنیم برای مردم مهاجر مثلا همین چیز استفاده برن. این بیر اصل چیز الله شفاشون بده ساز میشن ان شاء الله. یعنی که مثل همین کرونا ویروس حوزی اکای عزت امون گرفتم بردم. بعضی هم با برنامه‌های اکای عزت امون تماشا میکردم. فقط کمک میکردن در مهاجرو. ما یکم بدی اکای عزت امون دیدم. اکای عزت امون رنگی مثل خود میدونم. یک برادری مؤمن میدونم که ضرر یکم کاش رسیدگی نیست. بعد به حکومت تاجیکستان گفتنیم که شما مثلا مردم اینقدر میگن که تو گروه خیلی تو رفتی اروپا یعنی که تو گروه چی شدی گروه خیلی شدی نه یگان گروه نیست. گروه را شما خودتون تشکیل کرده استی. ما یگان گروه نیستیم. ما همه مهاجریم. میگم با خوبی به گوش هر یک شما میرسونیم که ما در آبادی وطن ایخ آباد نمیکنن. روشن فکرو را میبینین نیست میکنین. الله بترسین. این ما همه قواخ همه پرابلم همیشه همه گپ خوار میشید. ما یگم خیلی دعا میکردم. فقط دعا برای چی دعا میکردم؟ برای که پدر مادر اوجا بچه‌ام بود یگم وای نکنین همه التماس یگم چی نمونید نیوچا این روز ما اوجا گفتی هم لحظه گورو میگه کو یک گو میدزه بخشش بردارم. ما بسیار گپ میزنم. یک گو میدزه میگه که میگه خیلی تیش کرگاو نزم همین پولت میتونی قدر پولش میته کسل میشوه. با فراد میکنه میگه که من هم پول تبیگی میگه چون خی میگه اگر ما گاو نزنم من میبرم. نه که پدر مادر محترم بخشیش من میدونم که شما
من نمیخوام که ای روی مثلا شما دا یکمش که یکم آزار برسه، اولش که اگر در تاجیکستان ما قانون باشه، وقتی که در مسجد قانون برآمده که تا طبق 18 ساله رسیدنی فرزند اجازت نیست در مسجد رمضان. همین خسته یا که دروغه؟ نه همین خیلی. وقتی که تا 18 ساله مسجد ممکن نباشه، اگر کودک مسجد رفت پدر مادر میتونن که برام به جوابگاری برسونن، برای که قانونی تاجیکستان است. بله. من 18 ساله نیستم، من الحمدلله 37 داشتم. شما یه بار فکر کنین که قانون دارین، قانون دارین. من 37 سالشم، ما فکری خیلی باید آزاد بگم. گروهی نمیچ خیلی برو واردیم، گروهی خیلی باخی توبه کردم خود کی جدا قانون چی خیلی قانونه. این همی مرا ای کدام گروه حساب میکنین، من ای همو گروه اگر در کار باشه ما خدمت نمره تلفن مداش در کار شدن اکا حسین میتیم. این همی اکا حسین اوانگارد چانگارد سگای نمیدونم ما کسی هست نیست، ما خدم اگر در کار شما تیارم که برم. برای چی برم؟ برای که اگر ما اگه قانون نرو شاد کرده باشه من میرم جواب میگم در نزد قانون تاجیکستان، برای که ما خونی نوف ما در تاجیکستان ریخته گه. تاجیک ازبک میگفتن اول، وفچکی یورچیک میگفتن، باز چی برآمده گروی 24 برای این صغیره را دورش بکشه. او گروی نمیشه ای پا شما توبه کردم خود شما خودتون در عذاب میدرورین. او یک بعضی برادرها میبرن اقرار میکنن، راست که من سخت عصبانی شدم. آخه این خیلی نمیشوه. اوجه این همین کسلا رو تداوید کرده سنه سبحان الله اکای عزت امون یگان بدی کردگی نیست. با پرزیدنت رسوندن که محترم پرزیدنت خداوند میگه که کسی که مرا بر گناه یکدیگر میگه برای به خاطر الله ببخشه، یعنی که الله او را گناهش میبخشه. یگان تا ما بگناه نیستیم، همه ما گناهکاریم، نه که الله ان شاء الله که میبخشه. چه خیلی کنه یک در یک اخبار بود چی بود تماشا کردم، گفتی که جوانی برای خیلی جوانی اکا عزت هم جوانه، اکا عزت خدمتی که اکا عزت کردگه یگم من ندیدم. من این توجی که من میخوام خدمت کنم در خلق خدمت که نمیتونم دست نمیرسه. او شیرمردی توجی که مثل اکای سایمرو دولت ای خیلی سرا نیست در سری میلیون یک دو میبروید. شما باید یورا تورتور دست کنین. محترم پرزیدنتی تاجیکستان امومالی رحمانوف، ما بسیار چیزای برنامه تماشا میکنم، اخبارات تماشا میکنم. با فرزند میگی که مثلا با رستم امومالی میگی که برا گشنماندی در رستوران نره خونه که بغل بدرو. همین رستم امومالی خونه ما روی که اوچه ما خوش میره برای وای چیز بهترین چیز داره میگیره پیش میبره، یا که خونه لبوی دیگرش. نه که آخه من نمیدونم الله هدایت کنه، ما شما را جدا نمیکنم. من یگم اومن ما در پالیتیکا کوردو نیستم، نه که میگه که کج بشی روز گپ زن. همه شما برادرای که ملیسه این ما میخواستم که بعد ختم مکتب برام، یعنی که در ملیسه بدرون کار کنم. برای چی میدونم میخواستم بدرون کار کنم؟ برای که ناحقه دزده کسی که مثلا آدمکشه زینوکار که اگم بدبختی میکنه بگیرم برای طبق قانون جزاش بدم که ضرری او در ضرر آدم دیگه نرسه. تشکر برادر. الله هر یک آدم با مثلا چهل دل نیتش میگن. ما الحمدلله ما خواندم انجینیر، ما اگر قانون را روشن کرده باشم خانه ما نریم، پدر مادر ما را پیش پدر مادر ما نریم، ما خود میرم ما را گپ زنیم. ما اینم ما حوز عین اول در اروپا در آلمانم، نه که مردم ای جدا نکنین. ما توبه کردم خودمو یا معرکه میکنیم میترسی یا کس فیروت کنیم یا جمهوری یا گروه خیلی نیست. ما همه مسلمانیم الحمدلله. خودت محترم پرزیدنت گفتگی که بره که جای در کار میکنین همه آوازی همه خیلی همه معلومه که همه میره برین چیکار کنین؟ وطن آباد کنین. ما اومدیم که وطن آباد شوه، ما مهاجر وطن آباد کردگیم. ما الحمدلله که ایجا روی میکنیم چند روز قروزیمون مثلا 2 میلیون اگر یا سومونی روی کنیم یا روزda 2 میلیون. برادر صحبت بسیار طولانی شده اینجا برادر که اکجان بخشیش سلامت باشید. دل مخالی کنم.
یک من مینوت. میدونم اینجا زیاد من کافی هست میخوام میخوان که دل خالی کنن. من میخوام که اکای عزت امونه مثلا نگن که اینا موجود درشید نگاه دارم بچهش برآمد کرد که سیاسی ای برادر تو خطا میکنی بچه از عزت امون اینجا سیاسی پیاسی نیست. همه ما تاجیکیم در پای یک تایمو خور زد باید جوز رو به در آورد روزگار دیگر روزها رو نموند قرار. سلامت باشی ایتمی برادر. آدم حق همه وقت باید بروی گپ زنیم. برادر زنده باش. مهاجره که در مسکو قرار دارین شما نگن که گروه 24 گروه خیلی و خیلی نه، ما همه تاجیکیم. بروین دفاع کنه که اکای عزت امان گناه نداره. اگر گناه کرده باشه ما تیاریم که پرتویم آسمانی 2 میلیون تومان میشه میبره میتیم شه. زنده باشی برادر. الان نگهبان کدام میره رنج و بخشیش نه خیر.